هنوز نتونستی بفهمی خانومی که باهاش تو رابطه ای آیا عاشقت، دوست داره یا نیست. فهمیدن و درک احساسات یک خانوم معمولا یکم سخت و پیچیده است، ولی خانوم ها زمانی که عاشق میشن علائمی از خودشون بروز میدن که اگه یکم دقت کنی، یکم هوشیار باشی، به راحتی میتونی متوجه اون علائم بشی. البته که خانوم ها اوایل رابطه با زیرکی خاصی احساساتشون رو قایم میکنن. خب برای یک آقا هم خیلی لذت بخشه، خیلی جالبه که بدونه خانومی که دوستش داره، عاشقشه، آیا اونم این حس رو بهش داره. پس تو این ویدیو با من همراه باش. این علائم میخوام بهت بگم که بسیار بهت کمک میکنه که متوجه بشی آیا این خانم عاشقت شده یا نه هنوز خبری از عاشقی نیست. سلام، من زهره هستم، مشاور راهکارهای سالم زندگی. من اینجا هستم تا به شما کمک کنم تا رابطه عاطفی و رابطه جنسی بهتری رو بتونید تجربه بکنید. خیلی سریع میخوام برم سراغ ویدیومو. ببینید نکات ریز و کوچیکی وجود داره توی رفتار یک خانم یا یک دختری که با شما تو رابطه است که توی این ویدیو میخوام درباره‌اش صحبت کنم. مورد اول، آیا تا حالا به این موضوع دقت کردی که این خانوم، این دختر خانوم شما رو به دوستاش و به خانوادهش معرفی کرده یا نه؟ وقتی با دوستاش زنگ بزنی جواب میده، زنگ بزنی راحت باهات صحبت میکنه، تو رو تو جمع دوستاش میبره. از اون مهمتر وقتی با جمع دوستاشه، تو جمع دوستاشه دربارت صحبت میکنه. ببینید خانوما چون معمولا از ریز زندگی همدیگه خبر دارن، اگر بخوان یه چیزی براشون مهم باشه و بخوان دربارش صحبت کنن، حتما تو جمع دوستاش مطرح میکنن یا حداقل به دوستای صمیمیش میگن. از این خیلی مهمتر، آیا تو رو به خانوادهش معرفی کرده؟ تو رو برده تو جمع خانوادهش؟ اگر این باشه که عالیه. چرا؟ چون داره آیندهش رو با تو میبینه، چون حسش بهت خوبه، عاشقته، دوستت داره که دلش میخواد خانوادهش هم در جریان قرار بگیرن. نکته دوم، یک زمانی رو ست میکنه که شما رو حتما ببینه. ببینید وقتی یه دختری دوستت داره، عاشقته، دلش میخواد زود به زود ببینته، دلش تنگ میشه. مثلا میان یه قرار شامی رو با هم ست میکنین، یه مشکلی پیش میاد، مثلا یه مشکل خانوادگی، یه قرار کاری یا هرچی، سریعا دنبال اینه که یه قرار دیگر رو باهات ست بکنه. چرا؟ چون دوست داره شما رو ببینه، دوست داره وقتش رو با شما بگذرونه، عاشقته. اصلا به غیر از این، امروز قرار رو که رفتین، قرار بعدی رو هم باهات برنامه ریزی میکنه. البته من عکسش این رو هم گفتم، یه ویدیویی دارم که لینکش رو اینجا میذارم، توی اون صحبت کردم از 6 تا جمله فریب دهنده خانوما که شما نمیدونید. زمانی که یک خانوم دوستت نداشته باشه، عاشقت نباشه، دنبال هر بهانه‌ای میگرده که قرارش رو باید کنسل بکنه. قرار کاری داره، سرش شلوغه، مامانش رو باید خرید ببره، مهمونی خانوادگی دارن، یه عالم مهمون اومده خونهشون، هزار بهانه وجود داره که یه دختر میتونه بیاره برای اینکه شما رو نبینه. پس اگر یه دختری از شما خوشش بیاد، عاشقت باشه، تمام تلاششو میکنه که زود به زود ببینتت، خودشو در دسترست قرار میده، نه اینکه بیاد و ازت فرار بکنه. نکته سومی که نشون میده یک خانم عاشق شماست اینه که اون برای ادامه گفتگو با شما خیلی تلاش میکنه. حالا این گفتگو چه حضوری باشه، چه تماس تلفنی باشه، چه چت باشه، دختری که تو رو دوست داره تمام تلاشش رو میکنه که گفتگو رو طولانی بکنه. یعنی چیکار میکنه؟ ببین وقتی حضوری نشستیم با هم صحبت میکنید،
فقط سرش رو تکون نمیده، تو بحث شرکت میکنه، مکالمه رو پیش میبره، یا توی چت یه جواب کوتاه تک کلمه‌ای نمیده، یا پای تلفن نمیگه آره نه، باهات مشارکت میکنه توی گفتگو کردن. چرا؟ چون دوستت داره، دوست داره وقت بیشتری باهات بگذرونه، دوست داره موضوعات جدیدتری باهات باز بکنه، دوست داره ببینه تو فکر و ذهنت چی میگذره. آدمی که عاشقته دوست داره اینها رو ازت بدونه. در ضمن پیام‌هات هم سریعا جواب میده، نه یه جواب کوتاه کلمه‌ای ولی یه جواب طولانی و سریع. قطعا این کار رو انجام میده. نشونه 4 اینه که اون از شما تعریف میکنه و سعی میکنه حس خوب بهت بده. اگه ازت تعریف کرد، اگه کارایی که براش انجام دادی رو دید و به زبون آورد، وقتی پیشت بود سعی میکنه خودش حالش خوب باشه و شما رو خوشحال و راضی نگه داره، این یک نشونه عالی برای اینه که مطمئن بشی که دوستت داره، عاشقته. به این نشونه ها خیلی دقت کنید. اگه وقتی پیشته مدام لبخند میزنه، سعی میکنه شما رو بخندونه، حالتو خوب کنه، حس خوب بهت بده، اگه یهویی و بی هوا بدون اینکه ازش بخوای برات عکس فرستاد، عکس سلفی از خودش فرستاد، این هم یک نشونه عالیه برای اینکه نشون بده دوستت داره، عاشقته، حس خوبی بهت داره. اگه دیدی داره این کارا رو میکنه، شک نکن که دوستت داره. حالا برعکسش رو تصور کن، یه خانومی که مثل مجسمه، 3 گرمه‌هاش هم همیشه تو همه میاد میشینه کنار تو، حالش بده و همش تو لکه و همینجوری هم پا میشه میره، خب چی به شما میرسونه؟ من بارها گفتم تو ویدیوهام، بله قبول دارم پیش میاد روزایی که هممون انسانیم، حالمون خوب نیست، به هر دلیلی به مشکلی برخوردیم، توی خونه، توی کار، هر جایی، هر چیزی، به هر حال انسانیم. ولی زمانی که میریم پیش کسی که دوستش داریم، سعی میکنیم حالمون خوب باشه یا حال خوب و حس خوب و از طرفمون بگیریم. خب ولی اگه یه نفر همیشه حالش بد بود، این چی رو داره نشون میده؟ نشون میده که شما براش مهم نیستی، علاقه ای نداره، دوستت نداره، عاشقت نیست. به عنوان نکته 5 و آخر، زبان بدنش دعوت کننده است. خب این یعنی چی؟ خیلی از وقتا پیش میاد که آقایون نمیتونن از رفتار و گفتار یک خانم متوجه بشن که آیا دوستم داره نداره، اصلا منظورش چی از این حرفا. ولی زبان بدن هر کس، به خصوص خانم ها، نشون دهنده خیلی چیزاست. ببین حتی نوع نشستنش میتونه نشون بده که آیا حالش کنار شما خوبه، دوستت داره، عاشقته یا نه. مثال، توی ماشین نشستین، شما دارین رانندگی میکنین، ایشون کنار شما نشسته، چه مدلی نشسته؟ آیا مستقیم رو داره نگاه میکنه یا سرشو کرده از پنجره بیرون رو داره نگاه میکنه، یا نه برگشته سمت شما داره نگات میکنه، یا با یه حس خوب داره به حرفات گوش میده، یا با یه حس خوب داره برات صحبت میکنه، یا میاد قسمتی از بدنش رو به نحوی در وضعیتی قرار میده که قابل لمس شدن باشه. مثلا توی ماشین دستش رو در وضعیتی قرار میده که شما بتونید دستش رو لمس بکنید. یا یه نشونه دیگه، اگر شرایطی پیش اومد خواستی بغلش کنی، خودش رو صفر نمیکنه، عقب نمیکشه، مثل این مجسمه وای نمیسته. خانم ها اگر کسی رو دوست داشته باشن، عاشقش باشن، خودشون رو تو بغل اون شخص رها میکنن. اینو خیلی جدی بگیرید. البته این رو هم باید بهتون بگم که رابطه رو آهسته آهسته پیش ببرین تا به سرمنزل مقصود برسیم. 1 2 هر کاری از تماس فیزیکی رو حتما با رضایت خودش انجام بدین، چون ممکنه باعث ناراحتی و دلخوری بشه. این 5 موردی بود که من تا اینجا در موردش صحبت کردم.
به عنوان جمع‌بندی 5 تا نکته ظریف و ریزی رو بهتون گفتم و در عین حال ساده که شاید بارها تو روابطتون بهش برخورد کردین ولی بهش دقت نکردین. ولی یه چیزی رو هم باید اینجا اضافه بکنم که اول از همه این که تفاوت‌های فردی رو فراموش نکنید. مواردی که من در موردش صحبت کردم کاملا نسبیه و از هر فرد به فرد دیگه با توجه به روحیات، اخلاقیات، لایف استایل، سبک زندگی، فرهنگی که داره متفاوته. و قطعا نکات دیگه هم وجود داره، خیلی نکات دیگه هم وجود داره که ما حالا تو ویدیوهای دیگه مفصل درباره‌اش صحبت میکنم و شما اگر نکته‌ای به ذهنت میرسه که من توی این ویدیو بهش اشاره نکردم، من خوشحال میشم که توی کامنت ها بنویسی، هم من استفاده میکنم هم بقیه دوستان. و در انتها این که این ویدیو در رابطه با آقایون بود که بدونن مخاطب خاصشون آیا عاشقشون هست یا نه. ولی شما خانم هایی که دارین این ویدیو رو میبینید، اگر میخواید بدونید که از چه کلماتی نباید استفاده بکنید که یک آقا خوشش نمیاد، لینک این ویدیویی که اینجا میذارم رو حتما ببینید. و در انتها این که خیلی دوستتون دارم و مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.